درود و سلام دوستان ارجمند بینندگان گرامی قدر یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت. اینک بازم یکی از برنامه‌های ماست پیشروی شما. صحبتی داریم با استاد ارجمند دکتر علم‌های فیلولوژی نورعلی نورزاد. استاد به برنامه ما خوش آمدید. استاد باید یادآور شوم که دیرکتوری انستیتوت علمی تحقیقاتی علم‌های جامعه شناسی هستند و از شهر خوجند مهمانی ما شدند. استاد بار دیگر خوش آمدید و نخستین سوال من این است که در تینتی در ضمیر اهل بشر چی نیاز پیدا شد که اونها با بزرگان ما به مثل مولانا و خیام و بیدل رو بیارند و اصلا بگیریم سببی تا این حد تشنجان بودن اونها با ترجمه و پژوهش و تحقیق آثار بزرگان ما مخصوصا در عصر 2021 از چی سرچشمه میگیرند؟ خوش میکنم. درود به همه بینندگان برنامه نشریه مانوفوز جمهوریت. من قبلا سپاس میکنم برای دعوت و واقعا وقتی ما درباره جوهر ادبیات کلاسیکی تاجیک جوهر ادبیات کلاسیک ما اندیشه میکنیم، از آغاز چند مطلب ها، چند موضوعات، چند مهمات موجود هستند که اونها نه تنها جامعه کشورهای فارسی زبان، مردمان فارسی زبان جهان، بلکه مردمان عالم را به خود کردند. پیش از همه ادبیات ما ادبیات ترغیبگر انسانیت است. یعنی ادبیات چون مفهوم ادبیات خود یعنی از ریشه ادب است، یعنی تکمیل روحانی، تکمیل اخلاقی. هزاران سال مثلا از شروع از آثار کهن ما، از پهلوی، از اندرزنامه‌های پهلوی یا مثلا داستان‌های کهن، در تمام ادبیات ما در محور همین ادبیات ترغیب غایه‌های عالی انسانی است که این نیازهای نه تنها ما بلکه تمام بشریت را برآورده می‌گرداند. یعنی ببینید مولانا میگوید که دی شیخ با چراغ همه گشت که دی شهر از دی بودن ملول انسان موضوع. یعنی اینجا بیرون از همه قانونیت‌های زبانی، مذهبی یا مثلا دینی، ادبیات ما انسانیت را ترنم می‌کند، تبلیغ می‌کند. و اگر ما در اندرزنامه‌های کهن پهلوی نظر کنیم یا حتی مثلا ببینید همون غایه محوری کتاب کهن نخست خامس تعبیر پیشوای معظم ملت نخست خامس ملت ما اوستا رو ببینیم، همون مثلا پیندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک، این یک فلسفه هست که تمام انسانیت به این نیاز دارد. یعنی وقتی ادبیات ما همین غایه را ترغیب می‌کند، یکی از جذبات، یکی از عامل‌های ربایندگی مثلا تمام بشریت همین است. نکته دوم این است که ادبیات ما ادبیاتی است که همیشه فلسفه شاد زیستن رو ترغیب می‌کند. یعنی تمام بشریت به شاد زیستن، به زندگی شایسته نیاز دارد. من از همین شروع کنیم از این بیت معروفی استاد که هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. ببینید که مثلا یک اصل شادی انسانیت مثلا دوستی است که میتواند تمام بشریت ترغیب کند یا تبلیغ کند و تکمیل باشد. و نکته سوم این است که مثلا همون در خود شعر استاد بود که مثلا شاد زیبا سیاه چشم مجاب که جهان نیست فسانه بود ابر است این جهان فسوس بالا پیش هر چه بود. یعنی استفاده مفهوم‌ها یا مثلا مفهومی اصطلاحات مثلا میگساری یا مثلا ترغیب بهار و فلسفه بهار و زیبایی طبیعت، این همش ترغیب می‌کرد به فلسفه شادزیستن که متأسفانه امروز بعضی از اون رویه‌ها یا گروه‌های پیدا شدن که اونها مثلا با سبب نادیده گرفتن همین نکته‌های بسیار مهم، یعنی میخوان که حتی دین اسلام مثلا به یک دینی مثلا ماتم تبدیل کنن، حالا که مثلا اگر در ادبیات ما نظر کنیم، در جوهر ادبیات ما همین فلسفه است که فلسفه شادزیستن، یعنی برمیگردد به اون که تمام ادیبان ما با تکیه بر غایه‌های بزرگ تمام دین‌های جهان همین فلسفه شادزیستن ترغیب کردن. و در برابر این البته ما نگاه میکنیم که از هر زاویه، از هر عامل‌هایی که یعنی مسئله‌هایی را به میان گذاشتن که اونها تمام بشریت با آنها نیاز دارد. و وقتی که مثلا دانشمندان و مترجمان بحث ترجمه کردن، اینا دیدن که واقعا یعنی این ادبیات عمومی انسانی است و این نکته‌های مثلا زیاد است. حتی ببینید که با اون که در عهد اول اسلام اختلافات زیادی میان مثلا نظریه مثلا جهانشناسی اسلامی و جهانشناسی قبل از اسلام بود، اما تمام آثار گذشته ما بزرگترین مترجمان مثلا علی مخفف، مثلا عبدالحمید کاتب و دیگران ترجمه کردن. حتی مثلا 14 ترجمه خداینامه است که و در زمینه همین ترجمه در ادبیات عربی زبان مثلا بسیاری از آثار شکل گرفت. من همین هزار یک شب
که با مثلا گویا معروف از سرچشمه عربی دارد، اما از داستان‌های هزار افسانه گذشته ما سرچشمه می‌گیریم. یا مثلا ببینید توسط ترجمه آثار مثلا حتی هندی و یونانی اونها مثلا با ادبیات ما وارد کردن و یک امکانات فراهم آوردن که تکمیل یابند. اکنون در مورد مثلا شخصیت‌های جداگانه ما اگر مثلا البته در مورد عمر خیام اشاره کردیم، ولی من فکر می‌کنم که این فلسفه جهانشناسی و مخصوصا تبلیغ شادزیستن یک زندگی شاد که تمام انسانیت با اون نیاز دارد، یکی از سبب‌های محبوبیت عمر خیام از ترجمه‌های فراوان. و اما مثلا مولانا، وقتی ما درباره مولانا سخن می‌کنیم، واقعا مولانا شخصیتی هست که شاید از مثلا از هر نگاه بیشتر جهان معاصر رو به سوی خود کشید، چون که در اون مغز اندیشه مولانا که در مثلا کتاب پیشوای معظم ملل مولانا و تمدن انسانی خیلی این مطلب مثلا تشریح یافته است و حتی مسئله حل مصالحه متمایز مناقشه‌های فکری جهانی حتی پیشوای معظم ملل در همین کتاب تاکید می‌کنند که اندیشه مولانا نوشداری جان است، یعنی بخود نوشداری که همین مکالمه و همین مباحثه ها را به صورت مکالمه فرهنگ ها حل و فصل می‌کنند. ببینید مثلا مولانا اگرچه مثلا ما در مورد ترجمه آثار گذشته ما نظر کنیم، مثلا از زمانهای قدیم حتی مثلا نزدیک به زمان تالیف خود شاهنامه که مثلا شاه حسن بیزاول است شروع شد با ترجمه به زبان عربی و بعدا به ترکی و به زبانهای دیگر، همه بزرگی و نجابت این شخصیت های ارجمند ما در آن است که اینها کسانی که کوشش به ترجمه آثار گذشته ما کردن خودشون اول زبان فارسی، زبان مادری این سخنورا یاد گرفتن. چون نزاکت زبان فارسی ما اگر تا با اون درجه با اون مثلا سطحی که هست اگر مثلا معرفت نکنید در ترجمه موفق نمیشید. ببینید مولانا مثلا بزرگترین مترجم مولانا که شما یک مقاله خوب درباره بانو امنه میرشیمی نوشتید، چند نکته بسیار مهم میگه در موردی که مثلا از روی همین ما میتونیم سبب‌ها و عامل‌های جذبات جهان غرب به سوی مولانا معرفی کنیم. یعنی اول اینکه میگه وقتی من با کار ترجمه مثنوی معنوی شروع کردم زمان جنگ وطنی با جنگ دوم جهان، ببینید میگه که وقتی که من تمام دنیا یعنی به سوی آلمان سنگ میانداخت و حتی اصطلاح آلمان فاشیستی با میان آمد، من همچون شهروند همین سرزمین بگرد، من مثلا یک اندازه برای من همین چیز یک حالت یعنی حالت نوستالژی رو باز دوباره و این چیز برای من خیلی تاثیر کرد و تنها مطالعه مثنوی میگن من از همینجا نجات داد و من وقتی با ترجمه این شروع کردم اون زمانی که با پایان بردم دیدم که یعنی جنگ جهانی با انجام رسید. ببینید که مثلا میگه که من هر چی یافتم و هر چی شهادتی که در جهان یافتم این شرف مولانا است، با شرف حضور مولانا است. میگه که من وقتی در بنگلادش با دانشجویان تدریس میکردم، مولانا میخوندم، مثنوی میخوندم، از امریکا با من زنگ گفتن که تو سزاوار جایزه بین‌المللی شدی. ببینید میگه همین چیزا برای من مولانا بخشید و حتی خودش رو دختری آلمانی مولانا میگن. این البته مایه افتخاری ما است. یا مثلا همین فیلسوف مشهور آلمانی فریدریش نیچه که خط کرده مثلا دانشکده زبان‌های قدیمی یونانی است یا ادبیات یونان، اون چه مشهور شد در مثلا ادبیات در فرهنگ در جهان با کتابی چنین گفت زردشتی، یعنی حتی مثلا تاثیر و در مورد این تاثیر خیلی بحث هست و دور نمیریم. در عصر امروز در عصر معاصر یکی از آخرین ترجمه های مثنوی معنوی که در امریکا صورت گرفت و حتی کتاب سال اعلان شد با شرف همین ترجمه از سوی کلمن بورکس. یک نکته بسیار مهم میگه در کلمن بورکس در زمینه ترجمه مثنوی معنوی یک کتابی هم نیست با نام جهان باطنی مولانا. این با چندین زبان‌های دنیا ترجمه شده است و اونجا میگه که من میگه وقتی مترجمه مشغول شدم زمان شروع کرد که ما میدونیم که یک واقعه بسیار ننگین تروریستی در امریکا سال 2001 به وقوع پیوست و میگه همین واقعه و همین رویداد یک نگاه بسیار مؤثر یا نگاه مثلا متنفر گفتم ممکن است به سوی جهان شرق پیدا شد، مخصوصا با قلمرو تمدن اسلامی که یعنی اسلام رو با اکستریمیسم و تروریسم پیوند داد. البته ما بدونیم که یکی از اولین نفرانی که در دفاع از همین نظریه اینکه اسلام هیچ رابطه با تروریسم ندارد پیشوای معظم ملل در کنفرانس سازمان
اسلامی برآمد کردن و دفاع کردن و گفتن هیچ رابطه ندارد. و ببینید که خود همین کلمن بارکس میگه که تنها مطالعه ترجمه مثنوی معنوی در امریکا نظر امریکاییان رو به سوی جهانشناسی اسلام به سوی شرق نگر کرد. یعنی ببینید که تصور کنید که یک اثری مثلا مثنوی معنوی این مولوی میگن هست قرآن در زمان پهلوی به حکمت هست، میبینید که یعنی یک جهان دیگر در ذهن مردم اروپا و امریکا با وجود آورد در زمینه مثلا شناخت اسلام. یعنی اسلام را نه از روی مثلا اون شریعت، نه از روی اون تعلیمات هایی که مثلا بعضی از گروه ها منظور میکنن، بلکه از آثار مولانا شناختن که مثلا میگه مثنوی ما دکان وحدت است، غیر واحد هرچی میبینی متصل وحدتی که وحدت انسانی است. وحدت مولانا وحدت انسانی است. من گمان میکنم که این تبلیغ و تفکر انسانی، وحدت انسانی، یعنی سازگار به این شد که یکی از عامل‌های گردید که جهان غرب نیازهای روحانی خودش را در آثار ما پیدا کردند. دریافتند که بزرگان ما واقعا فلسفه انسانگرایی، فلسفه انسان بودن و انسان زیستن را تغییر میکنند. ببینید بعد از مولانا مثلا بیدل، در زمان بیدل یعنی یکی از جریان‌های بسیار معتبر و با نفوذ این جریان صلح کل بود در هند، مثلا با کوشش اکبر پادشاه راه اندازی کرد. چرا باید راه اندازی کرد؟ ببینید همین غایه‌ای که یعنی برای نگاه داشتن نظام دولتداری که تو در میان هندوان نمایندگان اقوام دیگر دین‌های مختلف بودن، برای نگاه داشتن همین نظام دولتداری و استواری وحدت، همین فلسفه صلح کل برای ماندن که یعنی همه مردمان که پیرو مثلا دین‌های مختلف هستند اونها برابر هستند، اونها یگانه هستند، اونها برادر هستند، اونها با هم هستند. مولانا مثلا به عبدالقادر بیدل در استقبال از غایه‌های مولانا میگه که از معنی دعای ما تو برهمن مپرس، این رام نیست همون الله است. یعنی مولانا میگه که جمله یک ذاتن اما متصف، جمله یک معنا عبارت مختلف. یعنی بیل که در به همین خاطر مثلا ما وقتی که ببینیم که در نقل میکنن که در روزی مثلا در گذشت مولانا تمامی مردم دین‌های مختلف مثلا نصارا و مسیحی و دیگر در پای تابوت مولانا بمانند. یعنی به خاطر که واقعا همون انسانی که مولانا میخواست همون انسان از دست دادن. بله. و ببینید که مثلا همین از دیوزد مولانا انسان مرزوست که مولانا میگه بعد از مولانا چقدر پیروانش هم در ادبیات خود ما و هم در ادبیات اروپا پیدا کرد. درباره مولانا مثلا آخرین اثری که الیف شفق مثلا ملت عشق مثلا البته 40 قانون محبت هست با نام ملت عشق ترجمه شد و با نام عشق ترجمه شد به زبان‌های مختلف دنیا. یعنی ببینید که همین که این نویسنده معاصر ترک هم شهرت پیدا کرد با شرف مولانا است. من گمان میکنم که امروز باید ما پیش از همه شکرگزار باشیم که ما صاحب همین ادبیاتی هستیم که نه تنها جامعه ما بلکه جامعه بشری را تربیت میکند، در تشکل تفکری مردم عالم نقش میگذارد. و من یک چیز بازم میخوام بگم که در یکی از مصاحبه‌های خود برنده جایزه نوبل پائولو کوئلو مؤلف اثر کیمیاگر خودش اعتراف کرده است که من این اثر مشهور را در زمینه مطالعه مثنوی معنوی و یک حکایت مولانا نوشتم که این البته یک دلیل بسیار بزرگ است، یک افتخار آفرین است. من و یک چیز من میخوام تاکید کنم که ببینید همون تأثیری که من از کلمن بارکس گفتم، کلمن بارکس با اون که مثلا ترجمه کرد مثنوی معنوی منظور کرد و همزمان کتاب نوشت با نام جهان باطنی مولانا که میگن در یک فروش رفتن 500,000 نسخه به فروش رفت. و عجیب میگم اونجا در زمانی که در مثلا تمام دنیا در تمام کشورهای مثلا دیگر مثلا خود تاجیکستان برای مثلا در کوچه ها رفتن برای مثلا زیب دادن در فوتبالکه ها و در فنجان ها مثلا صورت های فوتبالیستان مشهور مثل مسی و رونالدو دارن. اما میگن در همون روزگار در امریکا در فنجان ها عکس مولانا بود، در مثلا فوتبالکه ها در لباس ها عکس مولانا بود. یعنی مردم عاشق مولانا شدن بعد از خواندن همین کتاب. اما این میگه که در حالی است که مترجم کتاب شکوه شمس شیمل و از جمله مترجم همین کتاب بارکس جهان باطنی مولانا استاد حسن لاهوتی در یک صحبت مستقیم من داشتم. ما در یک همایش بزرگداشتی از خانه طباع در یک همایش بزرگداشت مولانا بود و من اونجا شرکت داشتم با استاد شرف همصحبت. یک سوال دارم استاد چون درباره همین ترجمه های مولانا رفت. بله. من گفتم استاد نظر شما چی هست به همین ترجمه کلمن بارکس؟ استاد گفتن که در ترجمه کلمن بارکس همه چیز هست
همه کس هست بجز مولانا. ببینید مثلا با اون که یعنی ضمناً نگفتن که مثلا اون چیزی که مثلا مرادی مولانا هست مثلا داد یا نداد، البته برای اون که این خزینه بزرگ معنویت بشری این کتاب مولانا ترجمه کرد مثل مولانا بود. لیکن با اون که مثلا همین نکته بیان داشتن، اما اون کتاب در سطح خود، در دید خود، در جایگاه خود در امریکا تاثیر بزرگ داشت. استاد ارجمند، سوال نوبتی این است که ببینید در پایان صحبتی که حالا میکردید گفتید که اون بزرگواری که شما از او سوال کردید که بله اساسین لاهوتی صحبت کردید، اون کس گفت همه چیز و همه مسئله و همه کس همه چهره اونجا هست بجز از مولانا گفت. درست؟ من در رابطه به همین سوال دادنی هستم که از اونهایی که شاید از عصر 15 از دوری احیای اروپا، رنسانس اروپا آغاز کرده توجه به آثار ما، حتی به آثار قبل از اسلامی ما، به ترجمه و برگردانی اوستا و بازخواندن اوستا آغاز شد در فرانسه و اینجا تا حاضر. استاد اونها تا کدام حد موفق بودند و تا کجا توانستند مراد و هدف و خواسته های بزرگان ما را به اهل بشر، یعنی به آدم امروزی رسانده توانسته باشند؟ تشکر. واقعا یک این چیز بسیار مهم است برای رسانیدن آرمان و اندیشه و غایه و غوری مطلب های بزرگان ما. یعنی شکل و شیوه های مختلف است در ترجمه هم، نه البته همه موفق شدن. من یک چیز اینجا میخوام تاکید کنم که چند سال قبل وقتی دشت بزرگ داشتی شیخ کمال خوجندی بود، یک دانشمند علمای تباری که سالها در دانشگاه ما خدمت کردن، شما هم در موردش مخالفت الکساندر هزی یک مقاله خوبی درباره ترجمه اشعار کمال خوجندی در اروپا نوشتن با نام تشنگان را مژده از ما بود. و همونجا یک چیز بسیار مهم اشاره کردن که اولین بار غزل مشهوری شیخ کمال خوجندی تشنگان و یا گفت از غیر ما پوشانده گفتم با چشم، وانگاهی دوزیده در بوم نگم گفتم با چشم، از جانب شاعر مشهوری نیست همر ترجمه شد. لیکن عجیب است این که همر با سبب آنکه شاید در سطح مطلوب از زبان فارسی، از طبیعت زبان فارسی آگاه نبود، همین واژه گفتم با چشم را به معنی یعنی با چشم گفتم، حالا که مثلا با چشم ما در میگم یعنی قبول پذیرفتم. اما وای مثلا گواری یعنی با اصطلاح روسی میگم сказал на глава، یعنی на глаза، با چشم گفتم ترجمه کرده است. و همین بعد میگه من با وقتی که چون سالها در خوجند کار کردم بعد این غزل دوباره ترجمه میکنم، یعنی با اون معنی است. یعنی این چیز بسیار در ترجمه بسیار مهم است. بله. مثلا ببینید از اولین مترجمان داستان‌های جداگانه شاهنامه ویلیام جیمز که اولین ترجمان انگلیسی دانسته میشود، در برابر اینکه پاره‌های مثلا داستان‌های جداگانه از شاهنامه ترجمه کرد، در جواب داستان رستم و سهراب یک سرود می‌نویسد. سرود یعنی سرودی نمایشنامه در وزن سرود به شکل در ژانر سرود که 19 بیت از این باقی مانده است، اما در ادبیات انگلیس یکی از شاهکارها دانسته می‌شود. یعنی ما می‌دونیم که واقعا اشاره کردید، درست اشاره کردید که در ادبیات مثلا عصر هجری انگلیس و مخصوصا ادبیات اروپا یک اصطلاح پیدا شد، اصطلاح پوست شرقی، یعنی یک به طور بسیار گسترده یعنی برگزینش قهرمان‌ها و در آثار یا مثلا انتخاب از آثار سخنوران ما بود. البته مثلا ما درباره و موفقیت‌هایی که در شاهنامه ترجمه شاهنامه شد، مثلا از جمله البته در موردی مثلا شاهنامه که در فرانسه مثلا ژول ترجمه کرد از جمله شاهنامه موفق است، یعنی شاهنامه که بارش بارابری یوگین داش بهت شروع شد و مثلا دانشمندان محمد نور اسمانوف و دیگر ادامه دادن، بعدا بسیار شاهنامه موفق است و هنوزم یکی از نسخه های معتبر شاهنامه با نام شاهنامه مسکو مشهور است که البته من اشاره می‌کنم برای چی. و در مورد مولانا مثلا مثنوی که ترجمه های هم مثلا شیمل با زبان آلمانی و هم نیکلسون با زبان انگلیسی بسیار معروف هستند. چرا اینها مثلا موفق شدن؟ برای اینکه اینها پیش از آن که با ترجمه مثلا آثار مشهور شدن، اینا خودشون تصحیح کردن، یعنی متن مطالعه کردن، متن تصحیح کردن و چاپ آماده کردن. هم مثلا امروز نسخه نیکلسون از مثنوی معنی بسیار مشهور است، نسخه مسکو بسیار معتبر است، نسخه مثلا ژول مول که در فرانسه مشهور است. اینها به واسطه در زمینه آموزش خود زبان فارسی بله با
اصل مطلب وارد شدن. اول متن آموزش کردن، متن با زبان فارسی تهیه کردن، یعنی اول در خود هضم کردن و وارد شدن به جهان فکری، هم فردوسی و هم مولانا و هم مثلا دیگران و رسیدن مثلا اینها واقعا اصولشون ترجمه هاشون مثلا بسیار مؤثر آمد و در جهان غرب اونا توانستند که خواسته های مولانا، غایه های مهم مولانا را شاید مثلا در سطح مولانا باشد، لیکن اونچنان که باید، اونچنان که نیازهای معنوی مردم غرب تقاضا میکنند منظور کنند. برای همین خاطر من گمان میکنم که اینا در همین عرصه واقعا موفق شدن و اینها متن‌هایی هستند که امروز ببینید هم ما در زمینه میگیم مثلا از جمله مشهورترین متن‌های تصحیح شده شاهنامه این متن مثلا ژولمول است، یا متن اون که مثلا هم تصحیح کرد و هم با فرانسوی ترجمه کرد. بله. یا مثلا متن مصنوی معنوی. من گمان میکنم که این چیز بسیار مهم است برای و امروز در زمینه مطالعه همین آثار جهان غرب پژوهش‌هایی که البته انجام شده، مثلا ببینید ما از تحقیقاتی که در مثلا اروپا ویلیام چیتی درباره مثلا مصنوی معنوی انجام داد، یا مثلا کارهایی که در زمینه شاهنامه مثلا دیگران انجام دادن و حتی مثلا خود همین میرزا عبدالقادر ببینید یکی از دانشمندان مثلا ایتالیایی الیساندرو باوزانی و مثلا خودش به واسطه اومد در افغانستان، در مثلا ایران بود، در هند بود، به واسطه با محیط زندگی و بدل آشنا شد و مقاله هم بسیار خوب داد، تصویر طبیعت در اشعار بدل. یعنی اینها هم یک گروه پژوهشگرانی هم که تا جای موفق شدن، اونا به واسطه سفر کردن با محیط زندگی و مثلا آشنایی با زبان و با ادبیات، مثلا همون حوزه هایی که این شاعران زیستن، مثلا از جمله مولانا هم که ما امروز اگر از نگاه دیگر اندیشه کنیم، مولانا هم مثلا در شناخت مولانا هم در غرب خیلی در برابر اینکه ترجمه هاشتن خیلی از پژوهش‌های زیادی انجام شدن که امروز خوشبختانه آنها به خارج ترجمه شدن و ما مثلا چندین ترجمه در خود تاجیکستان هم انجام شد. من ترجمه همون رمان مثلا الیف شفق که میگن در اصل مثلا زبان انگلیسی نوشته شده، اون چیز قانونیش، یا مثلا آثار دیگری پژوهشی که البته من گمان میکنم که امروز اون امکانیت و اون شرایطی که فراهم آورده است، مخصوصا اعلان روز مولانا در تقویم ملی ما که با هدایت و راهنمایی‌های اساسی سال وحدت ملی پیشوای ملت محترم همون تکلیف میکنند، از ما تقاضا میکنند که باید بیشتر دیدی مردم اروپا، دیدی مثلا مردمی که اونها مثلا یا بیشتر در زمینه سفرنامه ها نوشتن یا مثلا پژوهش کردن یا مثلا از روی محبت و اخلاص به مولانا نوشتن، باید اینا ما امروز هم ترجمه کنیم یا مثلا به زبان برگردونیم و منظور کنیم که امروز در این زمینه البته ما میتونیم که با اون موفق شیم که به طور کلی نگاه مردم اروپا، نگاه مردم امریکا، نگاه مثلا مردم غرب رو با شناخت مولانا، با شناخت شخصیت و اندیشه مولانا یا مثلا دیگر بزرگان ما بیشتر معرفت کرده باشیم. سلامت باشید. استاد خیلی یک حرف و پیام های تازه گفتید در مورد معروف بودن بزرگان ما در جهان غرب و اما همیشه استاد سکه یا همون تانگه دو طرف دارد، درست؟ دو پهلو دارد. بیایید به یک طرف دیگرش هم اشاره کنیم که متاسفانه بعضی از مترجمان شاید هوسکار یا شاید چطوری که شما گفتید کم به عالمی شرق وارد شدگان مثلا خیام را به صفت یک عیاش و شرابخوار معرفی میکنند یا خود به مناسبت های مولانا و شمس یک تابش دیگرگونه میبخشند و مانند به همین به تمام بزرگان ما با یک نظری مینگرند که آنها گویا که نه پی اصلاح بشر بودند بلکه تنها و تنها پی عیش و نوش و عشرت خودشان بودند. یعنی که اینطور تابش ها هم در جهان اروپا مشاهده می شود و این چیز خواهش میکنم استاد شما روشنی اندازید. نیازهای هر یک مردم در زمینه مثلا ذوق و سلیقه خود اونها چه می شود منظور معرفی می شود. البته یک گروهی هستن اینجا حتی مثلا در مورد همین مناسبت های مولانا و شمس یک حتی رمانی هم چند نوشتم مثلا کیمیا خاتون که با اونجا، یعنی اینجا در این آثار بیشتر مثلا تخیل فردی خود مؤلف اونهاست، مثلا اونها از واقعیت های تاریخی بیشتر دور میرن. حتی مثلا همین رمان مشهور الیف شفق هم در آخرش مثلا تا اندازه
از واقعیت‌های تاریخی فرا می‌رود و مثلا همون قصه کشتار شمس را می‌آورد، حالانکه مثلا امروز دانشمندان 100% بر این نظرند بر تکیه با کتابی مثلا سلطان ولدنامه که سرچشمه معتمد در مورد روزگار مثلا مصاحبه‌ها و ملاقات مولانا و شمس هست، یا مثلا کتابی همون فریدون شپهسالار مثلا زندگی نامه مولانا که اولین سرچشمه درست می‌شود، اونجا مثلا در مورد غیب دیدن هست سخن است. یعنی و خود مولانا هم هیچ جای مثلا در سوگ شمس تبریزی چیزی نگفته است. یعنی مثلا همیشه یعنی باور داشت که این قتل مثلا مصنوع است یا مثلا این نظری ساخته است که به خاطر آرامش بخشیدن گفتن. یعنی ببینید که هر نفری که مثلا اونهایی که در ترجمه مثلا با تعصب راه دادن، البته تعصب علمی گفتن ممکن است، اونا از روی ذوق و ظرفیت خودشون گفتن. مثلا اگر ما تصور کنید که همین ربات خیام با اون که یعنی تعداد ربات پیوسته زیاد شده است، افزوده است، اگر ما با تکیه بر همون سرچشمه کهن ربات خیام نصرت المجالس کنیم، استاد عبدالمنان نصرالدین هم متکی بر همین گفتن که یعنی شمار کلی ربات عمر خیام از 82 عدد بالا نمیرود. یعنی بزرگی و عظمت و شکوهی مثلا خیام در ربات ساله بود که هر ربایی بهترین که بود شامل دیوان ربات مثلا خیام کنند. باید امروز البته یک پژوهش‌های جدی در ادبیات‌شناسی ما ضرور هستند که باید در مورد همین ترجمه‌ها نقد و نظرهاشون رو بیان کنند. اینها البته در تجربه ادبیات دنیا هست. این مثلا هر کس از روی فهمیش و فلسفه خودش معرفت می‌کنه. اونهایی که در مورد مولانا و شمس هرچی گفتن، اونها کسانی هستند که با واقعیت مناسبت انسان‌ها در سطح مثلا عالی، مناسبتی که این انسان با قدرت و عظمت فکری که دارن میتونن انسان دیگر را هدایت و راهنمایی کنن. چون در جهان غرب واقعا در برابر اینکه مثلا شناخت‌های بسیار مهم و بزرگ دارن، بعضی نفران هستن که از زاویه دید خودشون نگاه میکنن که کاملا نادرست است. و من فکر میکنم که امروز باید در زمینه این ترجمه ها و ارزی اون کارهایی که کردن و ترغیب کردن و در ذهن و اندیشه اونها تاثیر مطلوب گذاشت این آثار جاودانه ما، باید کارها شاید بیشتر ترغیب شود اون آثار، تا اینکه این دید و نظرهایی که اصلا به ارزش هستن اینها مثلا در وجود خودشون از دست میدن و در اون جای خودشون بیرون از مثلا معاملات و بیرون از مکالمه های فرهنگی ما باشن. درست است استاد و خوب هم فرمودید. حتی از روی اون آثاری که شما گفتید خیلی اونجا تنها نام مولانا است، اما اون ابراز هیچ با ابراز مولانا نیست. حتی فیلم ها برداشتن، حتی فیلم های علاوه برداشتن درباره سینا و مولانا که اونا متاسفانه خیلی که شما میگوید ما باید وقت است که سر را از ناسر جدا کنیم و به جامعه بفهمانیم که کدام این پذیرفتنی و خواندنی و دوست داشتنی است و کدام باید صرف نظر شود، کدام از اونها. من اصلا گریم استاد شما چون کاری هم نامزدی شما و هم کاری دکتری شما در سمت بیدل شناسی است، درست؟ حالا شما از خوجند تا به اینجا البته به دست خالی نآمدید، اینک با دیوان بیدل تصور کنید دوستان ارجمند که دیوان بیدل به زبان انگلیسی، نه یک قسمت شعرش بلکه دیوانش به زبان انگلیسی چاپ کردند که استاد اینا برای معرفی و برای مهر تصدیق زده شدنی همه این گفته ها آوردند که یک نمونه برجسته است که چگونه اونها امروز به ترجمه شاعران ما از جمله به بیدل پرداختند، در حالی که در جامعه ما یک تصورات شخص شده نادرست شکل گرفته است. متاسفانه که بیدل یک شاعر مشکل بیان است و فهمیدن و درک بیدل خیلی هم سنگین است، در حالی که انگلیس ها یعنی عالم غرب بیدل را الکی اعتراف کرده است و درک کرده است. درست استاد خودتان درباره این کتاب پیام های تازه و اطلاعات تازه را به بینندگان ما برسانید. تشکر. اولی این سال روان این کتاب در امریکا ترجمه، البته ترجمه کامل هم نیست، لیکن با عنوان دیوان بیدل با کوشش مثلا خاورشناسی آمریکایی پاول سمیت این ترجمه شد، هم ترجمه است. و اینجا البته از روی اون مثلا برگه هایی که مثلا هست ما میبینیم که یعنی ترجمه بیشتر ترجمه تکیه میکنند با
ترجمه معنایی مثلا یک غزلی که شاید 14 15 بیت است یا مثلا 10 بیت است در 4 مصرع یا در 2 بیت شورده میکنند، یعنی یک اصولی خاص ترجمه هست. و اما خیلی به مورد فرمودید که واقعا وقتی امروز جهان غرب یا امریکا با بیدیر به جمعه کرد، بیدیر از شنوه شعرانی که درست فرمودید که حتی در زمان خودش مثلا میگفتن که خودی بیدیر هم میگفت که معنی بلندی من فهمتون میخواهد سیر فکرم آسان نیست فهم کوتاه دارم، یا میگه که میگم توی دیگر مثلا تحکیم میکنم که اون چه که می‌نگارد محض حرف و صحف نیست، هوش میباید که دریابد زبانی بدلی. اما امروز ببینید یعنی وقتی با همین زبانی به شعور بدلی مثلا غیر فارسیان غیر زبانان راه می‌کشن، این یک دستاورد بسیار بزرگ است. مثلا در ادبیات شناسی میگن که خیلی مفهوم از دانشمندان مثلا تاکید کردن که اگر در جهان معاصر یعنی قرن 21 زمانی پیشرفت‌های تکنولوژی است، در ادبیات اصل کشف بیدل است. و واقعا هم اینطور شد. مثلا ما می‌بینیم که قبل از آن که درباره این ترجمه بگوییم مثلا چند دانشمندان روس مثلا کارهای در زمینه ترجمه اصول بیدل به زبان روس از جمله پاره از مثلوی مثلا کامل آمدن یا داستان عرفان داستان عرفان هم انجام دادن. و اما یکی از خاورشناسان معروف روس ناتالیا ایلینوف که یک کتاب بسیار ارزشمندی درباره سبک هندی با زبان روسی نوشته است، از اونجا از هر شاعر معروف سبک هندی مثلا صایب و کلیم و نظیری 10 غزل ترجمه کرد به زبان روسی، از 10 غزل از بیدل ترجمه کرد. این بسیار مهم است. و در عموم اینجا مثلا من میخوام بگم که یعنی وقتی که امروز انگلیسی زبانان مثلا با همین زبانی که واقعا یک زبان مسلط است، یک زبانی که خاصی خودی بیدل است به تعبیر خودی او وارد شدن، این یک نشانه بسیار پیشرفت است. و اون نظری که واقعا در جامعه ما رایج است در مبنی که بیدل یک شاعر مثلا الهام آفرین است یا شاعری که مثلا بیشتر زبانش مغلق است یا زبانش پیچیده است، یعنی این نظریه یک رخنه وارد می‌کند که یعنی اینطور نیست. بله، یعنی زمان شناختن است. استاد ارجمند، در پایان صحبت یک سوال دیگر دادنی هستم که شما در برابر پژوهش همزمان با دانشجوها سر کار دارید، یعنی درس هم میگویید و من میخواستم بگویید که یعنی از جانبی نسل نوی که امروز اکثرشان خوشبختانه داننده زبانهای انگلیسی و روسی و خطایی هستند، از اونها چی طلب کرده میشود؟ یعنی خوب نیست آیا که این آثار گرانمایه را اول خود ما درک کنیم و خود ما به اون زبانهای دیگر ترجمه کنیم پیشنهاد کنیم؟ باید امروز در برابر اینکه پژوهشگران بسیار مثلا هم پخته‌کار و کمال هستند، باید ما مترجمانی بسیار مثلا دانشمند بسیار هوشمند را باید تربیت کنیم. وظیفه زمان امروز چرا؟ همون موضوع بحثی که ما در آغاز داشتیم در مورد مثلا ناشناختگی های مطلب ها در ترجمه یا مثلا کاستگی ها یا مثلا دور رفتن از اصل مطلب از بین میره. وقتی که تصور کنید که یک نفر خارجی برای اون که زبانی مثلا ما آموزد و چقدر باید زحمت کشد، چقدر مثلا باید طبیعت زبان آموزد، اما یک نفر داننده مثلا که زبان تاجیکی یعنی یک نفر به اصطلاح امروز یعنی صاحب زبان وقتی وای خودش آموزه میشد وای زبان دیگر می آموزد و وای به ترجمه مشغول میشد، البته وای موفق میشد. من فکر میکنم که یکی از وظیفه های بسیار مهم و سودمند ما همین است که امروز ما یکم باید مترجمان را در زمینه مثلا تحصیل مثلا فکولته های خاورشناسی که مثلا امروز اختصاصی با تعبیری مثلا آموزش پرورش رویه های مثلا دوگانه دارن، یعنی رویه هایی که دو اختصاص میدن، زبان انگلیسی مثلا فارسی یا زبان انگلیسی مثلا عربی یا چیز دیگر، یا در همین زمینه باید اینها متخصصان مسلح آموزه شوند. و امروز بسیار من خیلی خوشحال هستم از یک نکته که همین با کوشش و تلاش ها با راهنمایی های پیشوای معظم ملت بیشتر از 42,000 نفر فرزندان ملت ما فرزندان تاجیک در دانشگاه‌های بانفوذ جهان تحصیل می‌کنند و من گمان می‌کنم که اینها البته متخصصان سطح جهان میشن. اینها هم مثلا یک از بخشی از این نیروها هم باید برای ترغیب ادبیات
توسط ترجمه باید استفاده کنیم. بله. و نکته سوم این است که امروز واقعا ما یک رسالتی بسیار بزرگی رو برداشت داریم که باید یک دلیل افتخار آفرینی ما از این ادبیات ما این است که در تمام کتابخانه های دنیا امروز نسخه های خطی شاهنامه، دیوان حافظ، دیوان بدل محفوظند که امروز باید یعنی در برابر اینکه ما متخصص های مترجمان میکنیم باید نفرات هم آماده کنیم که ما با نسخه های خطی سر کار گیرن و این گنجینه ها رو برای هم خود ما و برای هم جهانیان معرفی کنن. چون مثلا ببینید در یک کتابخانه مثلا دانشگاه شهر منچستر بریتانیا که فرزند من با این برنامه بزرگ بین‌المللی درخشندگان با استفاده پرزیدنت از مرحمت و مهربانی کشور معظم ملت حاصل می‌کرد. اونجا مقاله هم نوشت درباره مثلا چندین نسخه های معتبری شاهنامه در اونجا. یکی از مثلا نسخه های بسیار معتبری دیوان بدل در کتابخانه پنسیلوانیا آمریکا است و یک ارزش بسیار مهم است که تمام غزل هایی که در بحرهای دشوار بدل نوشته است همونها را برگزیده کردن، نسخه خطی کتابت کردن. ببینید این کتاب نیاز به آموزش دارن. امروز یکی از وظیفه های البته در این کتابخانه ها بدون دانستن زبان انگلیسی موفق نمیشه، راه یافته نمیشه. برای همین من فکر میکنم که ببینید در کتابخانه بریتیش موزیم یعنی موزه بریتانیا کبیر یگانه نسخه بیاض بدل است. بیاض بدل که در برابر این که مثلا همین قدر نزدیک بیشتر از 50,000 بیت دیوان غزل دارد، بیشتر از مثلا 1000 صفحه بهترین گنجینه های ادبیات ما هم ادبیات گذشته ما غزل برای خودش برگزیده کرده است. و اصلا عجیب که اصول همین گزینش هم مثلا جالب است. مثلا اگر غزل اول میبره که غزل مثلا اصول اردکی گفتن یا مثلا باید و هر غزلی که به همون جواب گفته شده است از شاعر دیگر اونم میبرن و در آخر غزل خودش هم میبرن. اونجا هم مثلا بسیار غزل های چاپ نشده بدید از من مثلا حدود نزدیک از 300 صفحه مثلا نسخه برداری کردیم برای تحقیق. من گمان میکنم که اینم باید دسترس شود. این یک ثروت بسیار بزرگ معنوی است و برای این البته متخصص لازم است. من گمان میکنم که امروز همین کارا با شرافت همین استقلال ملی انجام بشود. امروز واقعا نمایندگان کورپوس دیپلماتی تاجیکستان که در کشورهای مختلف هستند در همین زمینه بسیار دستگیری کردند. اهل علم مثلا من شخصا خودم متشبثی هم سفارت جمهوری تاجیکستان در پاکستان یگانه نسخه خطی یکی از شرح‌های دیوان بدل که فراگیری ردیف علی مسئله شد همزمان با کوشش مثلا همین نماینده دیپلماتی تاجیکستان در مصر یک نسخه دیگری شرح دیوان بدل که در کتاب‌های استاد عینی در کتاب استاد بوری اشاره شده است که همیشه یک نسخه خطی است اما دسترس نبود. همین دسترس شد که این بسیار یک دستاورد بزرگ است. امروز شاگردان ما در این زمینه درباره این شرح کار کردن اینها مثلا معرفی شدن. دوستان ارجمند اینک رسیدیم به پایان برنامه. من بار دیگر استاد را به برنامه خوش آمدید میگم و همزمان یادآور باید شوم که واقعا این نکته هایی که استاد نورعلی نورزاد در روند صحبت ابراز داشتند واقعا مهم و کلیدی هستند، زیرا امروز از نسل جوان ما تقاضا کرده می شود که نه اینکه ما با امید آن باشیم که کسی بیاید و در خانه ما در دیگ ما طعامی بپزد و آن طعام را از نام ما پیشکشی مثلا یک گروه مهمانانی دیگر گرداند. این مانند به همین است. برعکس ما در دیگ خود ما در خاندان خود ما در جای و مکان خود ما باید همین آثاری که اینقدر استاد پیام‌های تازه و خبرهای تازه رساندن در مورد شکوه، جلال و همزمان ترویج ادبیات ما در جهان پیام‌های تازه رساندن. این پیام‌ها رو ما باید به گوش جان‌ها باید خود ما برسانیم. یعنی امروز خیلی که استاد هم تاکید کردن بر این شاگردانی که از مکتب‌ها و از دانشگاه‌های گوناگون تاجیکستان که صفشان سال به سال صف دانشگاه و دانشکده در تاجیکستان می‌افزاید، از جمله دانشکده دولتی زبان‌ها که جناب عالی به آن مقام دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی را دادند، از اونجا باید کادرهای برخیزد یعنی متخصصان باید از اونجا تربیت بشوند که اونها بتوانند که این آثار با زبان
اصلی اونها، یعنی با زبان یا خیتویی یا با زبان کوریایی یا با زبان انگلیسی یا با زبان روسی به خود اونها پیشنهاد کنم. این است اصلا رسالت اصلی ما و همزمان فکر میکنم طلب و نیازی روح بزرگان ما همین است که ما خودمون باید پیشنهاد به اونها کنیم، نه اون که انتظار شویم که اونها ترجمه کنند و به جهانیان پیشنهاد کنند. و البته خیلی که استاد هم در چندین دلیل های عجیب گفتن در موردی از نام و پیام و آثار بزرگان ما اونها چقدر برای خود شهرت کسب کردن، چقدر مثلا حتی دولت یافتن. ببینید حتی و همین خاطر دوستان ارجمند هدف اصلی صحبت هم که اصلا به افتخار تجلیل روز مولانا در تاجیکستان اختصاص می‌یابد این است که این بزرگان را پیش از همه خودمان بشناسیم، کار را باید از خودمان آغاز کنیم و خودمان بتوانیم این بزرگان را به جهانیان معرفی کرده توانیم. با همین آرزو و نیت‌های آمالی نیک ما با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه‌های آینده. سلامت باشید. استاد خوش آمدید.